این ویدیو میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که در مواجهه با بیمارهایی که رفلکس گگ شدید دارن از چه تکنیک‌هایی استفاده کنیم که این رفلکس حین کار کمتر تحریک بشه. اولین نکته این هستش که به بیمار توصیه میکنیم حتما حین کار از بینی نفس بکشه، به خصوص هنگام تهیه رادیوگرافی. نکته دوم بی‌حس کردن مخاطات دهان بیمار هست که چه به صورت تاپیکال و چه به صورت تزریقی قابل انجام هست. نکته سوم گذاشتن نمک روی زبان بیمار هست. نکته چهارم پرت کردن حواس بیمار یا دیسترکت کردن اون هست که در واقع این نکته بیشتر به ما حین قالب‌گیری کمک میکنه، نه در درمانهای طولانی مثل درمان ریشه. نکته پنجم دو ناحیه هستش روی صورت بیمار که در واقع در طب سوزنی گفته شده این نواحی ضد تهوع هستند. یک ناحیه زیر لب بیمار هست و ناحیه دیگه جلوی گوش بیمار هست که به بیمار میتونیم بگیم این نواحی رو با انگشتش فشار بده. نکته ششم استفاده از رابردم هست که در واقع ناحیه درمان رو برای ما ایزوله میکنه و از وارد شدن آب به گلوی بیمار جلوگیری میکنه. نکته هفتم توجه به محل ساکشن هست که گاهی میتونیم حتی ساکشن رو دست خود بیمار بدیم که بیمار محلی که راحت هست ساکشن رو قرار بده، چون اگر ساکشن خیلی عقب بره و به حلق بیمار نزدیک بشه میتونه این رفلکس رو تحریک بکنه. نکته آخر که در واقع برای بیمارهایی که رفلکس گگ خیلی شدیدی دارن استفاده میشه، استفاده از داروهای ضد اضطراب هست، مثل بنزودیازپین های کوتاه اثر یا داروهای آنتی هیستامین. دارویی که من خودم برای بیمارهام تجویز میکنم شربت پرومتازین هست که در واقع آنتی هیستامینه و به بیمارها توصیه میکنم 1 تا 2 قاشق حدود نیم ساعت تا 1 ساعت قبل از شروع درمان مصرف بکنن. این دارو کمک میکنه هم بیمارا ریلکس تر باشن، همین رفلکس کمتر تحریک بشه. فقط حواستون باشه که این دارو یک مقدار خواب آور هست و بیمار نباید بعد از کار رانندگی کنه.